درود خدمت همه عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه و ایام بکام باشه. همونطور که میدونید ما توی هر کدوم از بازارهای مالی مثل بورس، فارکس یا کریپتو میخوایم فعالیت کنیم، باید یه کارگزار یا بروکر انتخاب کنیم که در واقع این بروکر یا کارگزار واسط ما با حالا نقدشوندگی بازار و هسته معاملات قرار بگیره یا با هر چیزی که وجود داره قرار بگیره و ما بتونیم معاملاتمون رو اونجا انجام بدیم، پلتفرم های معاملاتی در اختیار ما قرار بدن و بقیه موارد. حالا انتخاب این بروکر، چون بروکرهای زیادی وجود داره توی بازار فارکس، بخوایم به صورت حالا مجزا توی بازار فارکس صحبت کنیم، میدونیم که بروکرهای زیادی توی این هیته دارن فعالیت میکنن و هر کدوم مزایا و معایب خودشون رو دارن. اولین قدم برای من معامله‌گر اینه که انتخاب کنم مثلا اول، حالا بعد از اینکه بازارم رو انتخاب کردم، بازار هدفم مثلا اگه بازار فارکسه، حالا که اومدم بیام وارد این بازار بشم، مهمه که بروکر یا کارگزارم رو انتخاب کنم. انتخاب بروکر بسیار بسیار مهمه، اما با توجه به شرایطی که ما توی ایران داریم، حالا تحریم ها و بقیه موارد، بروکرهای رنک یک دنیا، بروکرهای تاپ به ما خدمات زیادی رو، یعنی به ایران خدمات نمیدن و ما نمیتونیم توی بروکرهای معتبر حساب باز کنیم و اکثر بروکرهایی که داخل ایران دارن کار میکنن تقریبا شرایط مشابهی رو دارن، شیطنت‌های خاص خودشون رو دارن. زیاد نمیخواد زوم کنید روشون که نه این بروکر مثلا اسپرد زیادی میگیره، نه این بروکر اوردر منو فعال نکرده، نه این بروکر نمیدونم اسپرد واید کرده یا هرچی از این جور موارد زیاده. تمام بروکرهایی هم که دارن با ایرانیا کار میکنن این شیطنت‌ها رو دارن، پس این خیلی نمیخواد روش زوم کنی که نمیدونم نه این بروکر به درد نمیخوره. حالا من یه سری نکات رو توی انتخاب بروکر بهتون عرض میکنم، ولی خب این کلی یه جورای کلیگوییه، چون اکثر بروکرها تقریبا شرایط مشابهی دارن توی ایران، شرایط مشابهی دارن. حالا کلا بروکر چیه؟ بروکر یه واسطه مالیه بین معامله‌گر، من معامله‌گر، با حالا نقدشوندگی های بازار یا سیستم بانکی که همون نقدشوندگی بازار دیگه، بهش میگیم لیکوید پرووایدر، ضامن نقدشونده بازار LP ها. خب با بروکرها واسط ما هستن با LP ها که حالا LP ها انواع و اقسام خودشونو دارن. نقش اصلی بروکر هم در واقع فراهمسازی امکان معامله و اتصال به شبکه بانکیه که توی بازار فارکس وجود داره. حالا وظایف اصلی بروکرها، ببینید این همون چند موردی که اول کار گفتیم. ارائه پلتفرم معاملاتی، ما پلتفرم های معاملاتی زیاد داریم، از متا تریدر گرفته، سی تریدر گرفته، جی فارکس گرفته و حالا یه سری پلتفرم های دیگه که بروکرهای معتبر خودشون اومدن پلتفرم مختص خودشون رو هم ایجاد کردن، یه پلتفرم اختصاصی برای معامله. ببینید متا تریدر یه سری ابزارها داره برای کار کردن برای باش. حالا مثلا جی فارکس جزو معتبرترین پلتفرم ها هست، یا سی تریدر اومدن این ابزارهایی که در اختیار ما قرار میدن رو یکم بیشتر کردن. مثلا توی جی فارکس ما چارت های لوگاریتمی رو داریم، تایم فریم های پایین تا 10 ثانیه رو داریم که میتونیم ازشون استفاده کنیم و خیلی میتونه برای معاملاتی که مثلا معامله‌گران که فست اسکلپ هستن خیلی میتونه مفید باشه. فراهمسازی نقدینگی، ببینید این نقدینگی یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا الان من اون لحظه میخوام معامله‌مو ببندم یا یه معامله‌ای باز کنم، همون لحظه در کسری از ثانیه معامله من باز بشه یا بسته بشه. خیلی وقتا دیدید تایم خبر ممکنه شما یه معامله اومدید باز کنید یا ببندید، اون لحظه معاملتون بسته نشده یا باز نشده، اصطلاحاً اوردرتون فعال نشده. حالا به بروکرم پیام میدی، یه سری دلایلی برای خودشون میارن که دلایل قانع کننده ای نمیتونه باشه. اگه بروکر معتبری باشه این اتفاق موقع معامله برای شما رخ نمیده. ارائه اهرم یا لوریج معاملاتی، بعضیا فکر میکنن هر بروکری که اهرم معاملاتی بالایی میده خیلی خوبه. نه دوستان، اتفاقا اگه برید بروکرهای رنک یک دنیا و بروکرهای معتبر رو بررسی کنید، اکثرا ماکسیموم اهرمی که دارن ارائه میدن به معامله گران 200 یا 300 هست، یعنی ماکسیموم اهرمی که به معامله گران دادن. ولی بروکرهایی که تو ایران دارن کار میکنن اهرم 3000 و 5000 هم میدن که حالا دلیلشو بعداً
سر فرصت میگیم. ارائه تحلیل اطلاعات بازار، آقا دیتاهای بازار رو به ما بده، دقیق باشه، دیتاهای قیمت رو. حالا بحث تحلیلی سری بروکرهای برای اینکه به قول معروف یه حالت تبلیغاتی باشه یا به قول معروف میخواد یه حالی به معامله‌گران و مشتری خودش بده، میاد یه چند تا تحلیلگر میذاره و میگه بازار ما براتون تحلیل میکنیم که بتونه از این طریق با تبلیغات زیر مجموعه گیری کنه. و واریز و برداشت سرمایه، اینا خدماتی که بروکرها باید به ما بدن. حالا ما توی به انتخاب بروکر به همه این موارد باید دقت کنیم که آیا اون پلتفرمی که داره در اختیار ما قرار میده همشون متا تریدر رو میدن. حالا یه سری هاشون اومدن یه سری پلتفرم های اختصاصی هم ارائه میدن که خیلی خیلی بهتر و برتر از متا تریدر، چون متا تریدر خانه‌ها باگ زیاد داره. خب اینا رو ما باید بهش توجه بکنیم. انواع بروکرها، حالا من در مورد اون 6 مورد باز صحبت میکنم. انواع بروکرها کلا ما دو نوع بروکر داریم، دیدی دیل دسک و NDD نو دیل دسک. خب حالا یعنی چی؟ بروکرهایی که دارای میز معامله هستن، خب اونایی که دارای میز معامله هستن اصطلاحاً زیر مجموعهشون میشه حالا بروکرهای مارکت میکر. حالا این بروکر مارکت میکر تقریبا میشه گفت همه بروکرهایی که تو ایران دارن فعالیت میکنن مارکت میکرن. مارکت میکر سودش از چیه؟ خیلی وقتا خودش میاد جلوی شما میشینه. مثلا من بای باز کردم، اون میاد جلوی من یه لات بای باز کردم، اون میاد یه لات سل باز میکنه. خب به خاطر همین سودش از علاوه بر این که سودش حالا از اسپرد و اینا داره سود میگیره، از خود ضرر کردن ما هم میتونه سود کنه. یعنی چی؟ یعنی آقا اومده اکانت منو وصل نکرده به حالا چیه؟ اکانت منو به LPA وصل نکرده، لیکوید پرووایدر یا نقدچمندگی بازار یا همون هسته معاملات وصلش نکرده و خودش جلوی من نشسته به اندازه‌ای که بای باز میکنم من اون سل باز میکنه. و از چرا این کارو میکنه؟ میگه آقا 90-95% معامله‌گران دارن ضرر میکنن دیگه. خب من میام علیه یعنی برخلاف معامله اونا معامله باز میکنم. حالا چه اتفاقی میفته؟ میگه آقا خب 95% که دارن ضرر میکنن، ضررشون کجا میره؟ میاد تو جیب من دیگه. اون 5% هم که داره سود میکنن از جیب من میره تو جیب اونا. پس ترجیح میده اون جزء اون 90-95% باشه. به خاطر همین احتمال تضاد منافع بین بروکرهای مارکت میکر و معامله‌گران احتمالاً وجود داره. به خاطر همین شیطنت میکنن. یکی از دلایلی هم که بروکرهایی که دارن با ایرانیا کار میکنن شیطنت‌های خاص خودشون رو دارن همینه که به قول معروف اکثرشون تقریبا میشه گفت همشون مارکت میکر هستن. بروکرهای بدون میز معامله یا NDD، حالا خود این بروکرهای بدون میز معامله نو دیل دسک دو نمونهشو بخوایم مثال بزنیم، بروکرهای STP هستن و بروکرهای ECN. دیدید میگه حساب ECN باز کن یا حساب استاندارد باز کن و اینا. حالا بروکرهای STP در واقع میاد سفارش شما رو مستقیم به نقدچمندگی های بازار به LPA وصل میکنه، لیکوید پرووایدرها. یه توضیح من اینجا بهتون بدم. خیلی وقتا بروکرهایی که با ایرانیا دارن کار میکنن میان ادعا میکنن که آقا ما وصلیم به هسته معاملات و تامین کننده های نقدینگی یعنی همون LPA. خب اینا اومدن چه کار کردن؟ خود بروکره اومده LP خودش شده. یعنی اینجوری نیست که بره یه LP معتبر بگیره، رفته توی کشوری که حالا ثالثه که خیلی قوانین مالی سختگیرانه‌ای نداره، اومده یه دو تا شرکت مالی ثبت کرده و خودش اومده شده LP خودش، ضامن نقدچمندگی خودش شده. به خاطر همین دوباره تضاد منافع وجود داره. LPA از چی دارن سود میکنن؟ LPA همون در واقع نقدچمندگی بازار، همون هایی هستن که به شما قدرت اهرم میدن. پس این هم وجود داره ها، یعنی اینجوری میان خیلی از مشتری ها رو دور میزنن. گفتم در جریانش باشید، واقعیت ها رو بدونید. ولی من دارم واقعیت های کلی در مورد بروکرها رو بهتون میگم، ولی این دلیل نمیشه که فکر کنید چون ما با بروکرهای خوبی نمیتونیم کار کنیم پس در نهایت منجر به ضررمون میشه. نه، من میشناسم آدمی که 10 سال برآیند مثبت تو این بازار داره و با همین بروکرهایی که داخل ایران دارن فعالیت میکنن هم داره کار میکنه. یعنی هیچ مشکلی نداره تو سود کنی، بروکر ببینه واقعا معامله گره بعد چند ماه داره سود میکنه، از اون حالت مارکت میکری درش میاره و میاد حسابهای ECN و STP براش فعال میکنه و وصلش میکنه به هسته معاملات
و اینجوری دیگه از جیب نمیده، ببینه معامله گر داره واقعا خوب معامله میکنه. خیلی از معامله گران چون بعد ورودشون یه ضرری میکنن و خارج میشن. خب اینم معامله گرات استیپی که بیشتر حالا درآمدشون از همون کمیسیون اسپرده. بروکرهای ECN اسپرد کمتری دارن و کمیسیون بیشتری میگیرن. یه شبکه مستقیمه، در واقع خیلی هم سریعتره. حسابهای ECN دیدید از استانداردها سریعتره، به خاطر همینه خیلی یه شبکه مستقیم بین معامله‌گرا و تامین کنندگان یا LPA برقرار کرده. تو انتخاب بروکر اعتبار مجوزها رو باید بررسی کنیم، ببین این رگوله این بروکر کیه، چه شرکت‌های رگولاتوری اینو کردن. مثلا حالا ASIC مثلا یکی از شرکت‌های معتبره، یا مثلا FCA جزء شرکت‌های معتبری هستن که رگوله میکنن حالا بروکرها رو. بعد ببینیم مجوزهاشون رو مورد تایید کدوم شرکت‌ها بوده. خیلی مهمه این کیفیت پلتفرم معاملاتی که در موردش صحبت کردیم. اسپرد و کمیسیون هم برای ما مهمه. تقریبا در نهایت نگاه میکنی اکثر بروکرهایی که دارن با ایرانی‌ها کار میکنن به مجموع اسپرد و کمیسیونشون تقریبا نزدیک به همه، پس خیلی نمیخواد رو این مورد مانو بدید. این خدمات پشتیبانی یه سری بروکرها واقعا پشتیبانیشون ضعیفه. تو ایران مهمه چون ما یک کشور تحریم هستیم، خب خیلی مهمه که پشتیبان‌های خوبی داشته باشیم. همون لحظه‌ای که سوال داریم جواب بدن. آقا مثلا من امروز پیام دادم، نره 3 روز دیگه جواب منو بده، 2 روز دیگه، من اون لحظه نیاز دارم. آقا من یه پولی واریز کردم مثلا به صورت کریپتویی به حساب ننشسته، خب این ولش نکنه به امید خدا و بره حالا مثلا تا 4 روز دیگه، همون لحظه باشه و جواب منو باید پیگیری کنه آقا و اون مشکلات رو برطرف کنه. پس خیلی مهمه نظرات و بازخورد مشتریان. برید توی کامنت ها نگاه کنید در مورد بروکرهای مختلف، ببینید کدوم بروکرها رو دارن پیشنهاد میکنن. آقا من مثلا اگه با بروکر X دارم کار میکنم، نظر تو کامنت های اون بروکر بخونم آقا نظر این کاربرا در مورد این بروکر چی بوده، یا تو گروه های مختلف سوال بپرسم. تلگرام زیاده از این گروه ها که میتونیم سوال بپرسیم. چالش بروکرها، ببینید یه بحثی که وجود داره، ما همیشه در انتخاب بروکر چالش داریم که بسا که شروعمون با یه بروکر بوده و در طول مسیر ممکنه چندین بروکر رو هی عوض کردیم. این نه تنها توی بازار فارکس خیلی رایجه، توی بازار بورس و بازار کریپتو هم رایج هست که مثلا من آقا با یه بروکر داشتم کار میکردم، برای خودم اتفاق افتاده تایم خبر میخواستیم فست اسکل بزن، مثلا اوردر من فعال نشده، یا اوردر باز کردیم اوردرمون نبسته تایم خبر و خب یه ضرر زیادی به ما زده. از این اتفاقات زیاد افتاده که منجر به یا شیطنتی تو کندل سازی ها داشتن، یعنی به نوعهای مختلف همشون شیطنت های خودشون رو دارن. ولی شما اگه همون بحث اصولی برید جلو با آموزش صحیح، مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک هم داشته باشید، مطمئن باشید تو هر بروکری باشید میتونید موفق بشید و اون مسیر رو واقعا طی کنید. شاید یه کمی کنتر، ولی مطمئن باشید اون مسیر درست رو اگه برید هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد. اون چالش انتخاب بروکر برای شما حل میشه اگه مسیر درستی رو انتخاب کنید و اون بحث‌های مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه و بحث منتالی رو رعایت کنید، هیچ مشکلی براتون ایجاد نمیشه. پس ولی در مجموع سعی کنید تو انتخاب بروکر دقت بیشتری رو به خرج بدید. حالا من میام توی ویدیو سعی میکنم در آینده بیام یه سری بروکرها رو با هم مقایسه کنم. یه سری سایت هایی هم هستن مثل مای اف ایکس بوک، نمیدونم فارکس فکتوری، یا یه سایت ایرانی هم هست 800 اگه اشتباه نکنم، میاد کل بروکرها رو حالا یه مقایسه هایی میکنه. ولی یادتون باشه این مقایسه هایی هم که اینا میکنن خیلی بهشون اعتماد نکنید. چرا؟ چون خود این سایت هایی هم که الان درست سایت مای اف ایکس بوک سایت معتبری یا فارکس فکتوری سایت معتبره، ولی اونا هم دارن از اون بروکر در قبال اون مقایسه و تبلیغی که براش میکنن پول میگیرن. خیالتون از این بابت راحت باشه که اینا هم شیطنت، این سایت هایی هم که میان مقایسه بروکرها رو انجام میدن شیطنت های خاص خودشون رو دارن. در نهایت خودتون باید اطلاعاتتون رو ببرید بالا تو زمینه‌های تحقیق در مورد بروکرها که بتونید به انتخاب بهتری برسید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه و حالا بتونه تا حدودی چالش انتخاب بروکر رو برای شما حل کنه و بتونید راحت‌تر بروکر خوبی رو انتخاب کنید و وارد عرصه معامله‌گری در بازار فارکس بشید. انشالله که موفق و مؤید باشید.